امامشاه قادری پس از به حقیقت نپیوستن رویاهای بزرگش از اتریش به افغانستان بازگشته. قادری 38 ساله نزدیک 2 سال منتظر گرفتن سند اقامت در اتریش ماند. قادری میگوید در سال 2017 داوطلبانه به افغانستان بازگشت. برای من اینترویو آمد، نه کدام چیز دیگه. ما بالاخره امی مرگ قبول کردم. گفتم باید است ما برم پیش فامیل خود برسانم، به فامیل خود کمک کنم، فامیل خود از جنگ بکشم. ما خودم تصمیم گرفتم به کشور خود برگردم. آمدم خودم. قادری باشنده اصلی ولایت لوگر در خانه کرایی در منطقه قلعه زمانخان کابل زندگی می کند. او پس از بازگشت به افغانستان از ترس طالبان به زادگاهش رفتن نمی تواند. قادری برای نیروهای اربکی در ولایت لوگر نان خشک می پخت. معامله‌ای که برایش درد سرساز شد. ما یکی از قراردادیای ولایت لوگر اربکیش پیش ما بود. ما اونجا خبازی داشتم. کار خبازی را امینان برازی ها می دادم. به می که طالبا به من کم ذره مزاحمت میکرد، مزاحمتشان بسیار دیگه به تکلیف شدم کردشان. بعد از او دیگه من ترک افغانستان کردم. حوصله قادری در سال 2015 به سر رسید. قادری حدود $10,000 آماده کرد. او دل به دریا زد و خطری را به جان خرید که شاید انجامش مرگ می بود. پس از مشقت‌های زیاد قادری خودش را به اتریش رساند. مکان بود و باش قادری تغییر کرده، اما شغل او عوض نشده. او مالک نانوایی در گوشه از کابل است. قادری که خود بیسواد است، بخشی از پول را که از اینجا به دست می آورد صرف آموزش فرزندانش می کند تا به گفتش درمانده و افسرده نشوند. مانند قادری صدها پناهجوی دیگر نیز از اروپا به افغانستان بازگشتند. شماری از پناهجویان افغانی که هنوز در اروپا هستند در وضع اسفبار قرار دارند. بی سرپناهی از مشکلات جدیشان است. در تازه ترین مورد صدها پناهجویی که بسیاریشان افغان گفته شده در 7 نوامبر از 2 کمپ در شهر پاریس به جای دیگر منتقل شدند. شماری هم با وصف تلاش فرار از پلیس به دام می‌افتند. 39 پناهجوی افغان که خودشان را در یک موتر یخچالی در یونان پنهان کرده بودند در 4 نوامبر پیدا شدند. مشکل روانی از پیامدهای وضعیت نابسامان پناهجویان خوانده می شود، از جمله در سویدن. در یک سال در حدود حداقل 5 یا 6 حادثه بسیار فاجعه بار خودکشی میان پناهجویان زیر سن 18 سال در سویدن ثبت شده و ای که چی تلاش های در این ارتباط صورت گرفته، سویدن تا هنوز خیلی ناکام مانده. آن سو سلسله اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی نیز ادامه دارد. در ماه‌های اخیر ده‌ها پناهجوی به میدان هوایی کابل بازگردانده شدند. سید عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از بازگشتانده شدن حدود 2000 افغان در 4 سال گذشته از کشورهای اروپایی عمدتاً جرمنی به کشور سخن میزند. فقر و بیکاری به گفته آقای بلخی در بعض موارد سبب پیوستن پناهجویان بازگشتانده شده به افغانستان به شوریشیان شده. کسی که از یک کشور اروپایی دیپورت شده بود آمد در افغانستان، بعد رفته بود در جبهه جنگ سوریه دیده شده بود. این نه تنها در افغانستان که حتی در کشورهای دیگه هم اونا مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین ما بار بار خواهش کردیم از کشورهای اروپایی و از کشورهای میزبان همسایه ما که ما ضمن که از اونا تشکر میکنیم که میزبانی کردن سالهای بسیار طولانی 40 سال، اینا خواهش کردیم که افغانستان هنوز محل مناسبی برای دیپورت نیست. آقای وزیر، شما گفتین که سید عالمی بلخی تایید میکند اقدامات برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان که به افغانستان بازگشتند صورت گرفته اما بسنده نیست. یعنی اون چیزی که ما میخواهیم، دل ما میخواه، او خدمات ارائه کرده نمیتونیم. اون چیزی را که اونا هم انتظار دارن او خدمات ارائه نمیشه، ولی در حد مقدورات خودش
دولت کوشش کرده که کارهای را در این عرصه انجام بده. راه مشترک به جلو نام این قرارداد است که در ماه اکتبر سال 2016 میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا امضا شد. بر بنیاد این قرارداد هرگاه درخواست‌های پناهندگی پناهجویان افغان در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته نمی شود، اینا مجبور هستند به گونه داوطلبانه یا غیر داوطلبانه به افغانستان بازگردانده شوند. گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که تنها در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. ناامنی و فقر سبب شده تا بسیاری ها مثل امامشاه قادری به آینده دلخوش نکنند. این مرد هنوز در حسرت زندگی مشترک با خانواده اش در اتریش است. هر دقیقه جنگ، هر دقیقه انتحاری، حتی شار میری پشت یک چیز، پس آمدن در انتظار نیست که تو خانه میرسی نمیرسی.